شهر شیراز دوران زندیه آثار دیگری از مجموعه وکیل را در درون خود جای داده که بنای مسجد وکیل از مشهورترین آنهاست. این مسجد بنایی است 2 ایوانه با بنیانی مستحکم و اساسی که ساختمان آن در اواخر قرن 12 هجری به پایان رسیده است. تمامی سطح نمای خارجی این مسجد به خصوص نمای رو به صحنه آن با رسمی بندی ها، خطوط و کتیبه های گوناگون، کاشیکاری های معرق چند رنگ که در آن رنگ های گل سرخی و صورتی افزایش چشمگیری یافته و ازاره های مرمرین منقوش تزیین شده که مجموعه این تزیینات فضایی رنگین و پرنقش و نگار در این بنا پدید آورده است. فضای وسیع شبستان جنوبی مسجد وکیل بر 48 ستون سنگی بزرگ و یک پارچه بنا شده که نشانه بارزی از ویژگی‌های معماری دوران زند در بکار بردن سنگ با ابعاد بزرگ است. این ستونها با ردیفی از پیچ و شیار تزیینی ظریفی که از پایین تا بالای ستون را فرا گرفته و در انتها به سرستونهایی با نقوش گیاهی میرسد تزیین شدند که در عین حال از وقار و تناسب بسیاری برخوردارند. این بازار از 2 راسته متقاطع و طویل و چند کاروانسرا و بارانداز تشکیل شده و به خاطر وسعت بنا و تزییناتش از نمونه‌های قابل توجه معماری در اواخر قرن 12 هجری است. طرح اصلی بازار وکیل یادآور بازار قدیمی لار و بازار قیصریه اصفهان دوران صفوی است، اما به خاطر عرض دهانه زیاد و ارتفاع بلند طاق‌های ضربی معماری آن کاملا متمایز از معماری سایر بازارهای قدیمی ایران است. راست بازار وکیل مستقیم و طولانی شامل 2 رشته شمالی جنوبی و شرقی غربی است که در 2 سوی آن مغازه‌ها، حجره‌ها و سایر مراکز داد و ستد قرار داشت و در آنها انواع کالا در معرض فروش قرار می گرفته است. در محل تقاطع 2 رشته بازار 4 سوی بلند و پرنقش و نگاری بر فضای یک هشتی ساخته شده که با رسمی بندی ها و تقسیمات متناسب خود از نمونه های قابل توجه تزیینات این دوران به شمار می رود. یکی دیگر از بناهای مهم مجموعه زندیه شیراز حمام وکیل است. این حمام در گذرگاه عمومی نزدیک به راست بازار و مسجد وکیل قرار گرفته.
ورودی بنا توسط یک راهرو و هشتی به بینه حمام راه می‌یابد. فضای بینه فضایی است 8 گوشه با حوضی در میان و سکوها و رختکن‌هایی در اطراف آن که از نظر مساحت و تزیینات از سایر بخش‌های حمام مشخص‌تر است. در این قسمت آهک‌بری‌هایی در 2 لایه کار شده که لایه زیرین متعلق به دوران زندیه و لایه رو متعلق به زمان قاجار است. این آهک‌بری‌ها مزین به نقوش گیاهی و هندسی و مجالس و قصه‌های گوناگون تاریخی، لبه بالای ستونها و دور تا دور زیر سقف را تزیین نمودند. بر بالای این بخش تزیینی نورگیرهای سقف قرار دارد. سقف بینه بر 8 ستون سنگی و یک پارچه متکی است. در پایین ستونها و در زیر سکوهای سنگی متصل به آن حفره‌های جای کفش یا کفشکن قرار دارد که همگی از سنگ ساخته شده و از تزیینات ساده‌ای برخوردارند. فضای بینه توسط یک راهرو و هشتی به فضای گرمخانه راه می‌یابد. گرمخانه فضایی است که بخش‌های دیگر حمام را به طور موزونی به یکدیگر پیوند می‌دهد. در این مکان نورگیرها، طاق و تویزه‌ها و رسمی بندی‌هایی که بر سرستون‌ها و ستون‌های سنگی یک پارچه منقوش و مارپیچی استوارند، فضای وسیع گرمخانه حمام وکیل را شکل می‌دهند. با مروری بر چند بنای مهم مجموعه وکیل و دوران زندیه به بنایی میرسیم که ساختمان آن به دستور کریم خان با هدف پذیرایی از میهمانان رسمی و مهم آغاز شد و در انتها به مقبره خود او اختصاص یافت. این بنا که در میان باغ نظر ساخته شده بر کاشی‌های رنگین و خوشنقش سطح نمای خود طرحی از گلها و گیاهان و پرندگان باغ را نقش کرده دارد. سطوح خارجی و هر یک از وجوه هشتگانه این بنا با کاشیکاری هایی در لچکی های بالای طاقنماها و پیشانی بنا مزین به نقوش اساطیری و قصه های مذهبی و قدیمی پوشیده شده است. داخل بنا که امروزه از آن به عنوان نمایشگاه و موزه استفاده می شود، با مجموعی از خطوط، طاقنماها، نورگیرها، فضاهای پر و خالی و نقاشی رنگین تزیین شده که از تناسب و ترکیب موزونی برخوردارند. حوض 8 گوشه میانه بنا طرح بناهای قدیمی تر را به یاد می آورد و فضای داخل آن طرحی 4 صفه یا چلیپایی را با 4 اتاق در 4 گوشه بنا به نمایش می گذارد.